خدمت در صف قوه‌های مسلح اجرای رسالت قرض شهروندی در نزد وطن مادر است. در شهر بوستان با آغاز گردیدن معرکه دعوت بهاری جوانان به صف ارتش ملی، جوانان وطن دوست و خودآگاه با امر دل و احساس مسئولیت برای اجرای قرض شهروندی آمادگی خود را اظهار می‌دارند، زیرا آنها خوب درک نمودند که خدمت به مادر وطن قرض شهروندی و رسالت جوانمردی بوده. در زمان امروز از گذشته بیش دوست داشتن وطن امری مهم است. در نتیجه کارهای ترغیباتی بلند برداشتن حس وطن دوستی و افتخار ملی در نهاد نسل نورس از دعوت تا دعوت در شهر بوستان صف جوانان اختیاری برای اجرای قرض شهروندی به مراتب زیاد می‌گردد. من دعوتشونده رحیموف امرالله با خواهش خود به کمیسری تربیت شهر بوستان حاضر شده و صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان رهسپار می‌گردم. حفظ وطن خود قرض شهروندی هر یک جوانی با آر و با ناموس این میهن بوده. وطن همچون مادر برای ما عزیز است. در میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بوستان مراسم سفربرنمایی اولین گروه جوانان اختیاری برای خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. گفته شد که دوست داشتن وطن، حمایت مرز و بوم و دستاوردهای زمان صلح استقلالی شرف جوانمردی بوده. جوانان همچون پیروان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای اجرای رسالت خود با خلق و وطن صداقت خویش را نشان می‌دهند. خدمت در صف ارتش ملی مکتب مردانگی ارزیابی گردیده. علاوه کرده شد که جوانان هنگام خدمت روحان و جسمان آب و تاب می‌یابند. سربازان و نواسکران و والدان دعوتشوندگان ابراز داشتند که امروز با دستگیری حکومت مملکت در قسم‌های نظامی شرایط ارزنده برای سربازان و افسران فراهم آورده شده است. دلاوران وطن برای پایداری صلح و ثبات، حفظ دستاوردهای زمان صلح استقلالی و مرز و بوم کشور سهم خود را می‌گذارند. مادران با افتخار ابراز داشتند که آنها رسالت خود را در نزد خلق و وطن اجرا نموده فرزندان خود را در روحیه وطن دوستی و افتخار ملی تربیت می‌نمایند. خود را یکی از خوشبخت‌ترین مادران حساب می‌کنم، زیرا امروز فرزند من حبیبوف منوچهرخان در صف نواسکران قرار دارد و باعث یک سبب دیگری خوشبختی من از آن عبارت است که او اختیاراً خدمت وطن مادر را به ذمه خویش گرفت و شکر استقلال، شکر تنجی و آبادی، شکر وحدت، شکر همین سرزمینی زیبا میکنیم که امروز ما در زیر آسمان صاف و بی‌غبار حیات به سر برده ایستاده. من همچون مادر خاطری جمع دارم، زیرا ما را همین فرزندان ما، همین نواسکران، اسکرانی که در صف قوه‌های مسلح خدمت میکنند، شب و روز از صدق دل حمایت میکنند. در فضای تنتنوی به یک قطار نواسکران شهادتنامه‌های رانندگی سپرده شد. اینچنین در چهاربینی همچون عنعنه خاص مراسم نامگذاری مادران به جوانان دعوتشونده برگزار گردیده. از جانب بخش فرهنگی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستان برنامه رنگین فرهنگی و فراغتی پیشکش گردید. معرکه گسیل نواسکران با شادی و فرحمندی و بریده خاطری نواسکران صورت گرفته. دلاوران وطن را ساکنان شهر بوستان با افتخار زیاد به صف ارتش ملی گسیل نمودند.